عضو ملی پوش تیم ملی کشورمون در رشته پرتاب نیزه چی نداشته باشم خوبه. خود نیزه گفته ما نیزه نداریم، با میلیارد تمرین میکنیم. سلام، خدا قوت، خسته نباشید. کیو سلام، شما خسته نباشید. چه تیم ملی هستین شما؟ تیم ملی تیراندازی ایران. تجهیزات و امکانات فراهمه برای تمرینتون؟ آره الحمدلله. تفنگ داریم، منتها تیر نداریم، چشمندم نداریم. یعنی دوستم چش منو میگیره، من چش دوستامو میگیرم. مشکلی ندارید؟ امکانات کافیه؟ کافی که فعلا گفتم با سیخ کوبیده تمرین کنید تا برسه اصلی. یعنی شمشیر براتون میفرستن؟ نه، سیخ جیگر، چون تیزتره نزدیکه به شمشیر. خدا قوت. چه تیم ملی هستین شما؟ ما تیم ملی گلف. امکاناتتون کامله؟ فعلا فقط سوراخشو داریم. آقا خسته نباشید، خدا قوت. سلامت باشین. خدا رو شکر که دیگه شما کم بوده امکانات ندارید دیگه، یه آب و یه استخر فقط. داداش ما تیم ملی قایقرانیم، قایق نداریم.